قصه موسی و فرعون، قصه هر متکبر و ظالم و جباری است که میگه ان کلا، میگه که انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم. انا ربکم الاعلی یعنی چی؟ یعنی حرف من، یعنی دیکتاتور، اون کسی که دیکته میکنه به دیگران تا اونها اجرا بکنن. انا ربکم الاعلی اون صدای دیکتاتور سیاسی است که بالای حرف من حرفی نیست، کسی حق نداره اعتراض بکنه، کسی حق نداره. از گرسنگی دارن میمیرن، از گرسنگی بمیرن، حق ندارن حرف بزنن، حق ندارن بپرسن حق ما کو، حق ندارن بگن که آقا به ما ظلم شده، حق ندارن برن شکایت بکنن. چرا شکایت از سرباز فرعون؟ یعنی اینی که شما دارید فرعون رو قلقلکش میدید، اذیت میشه، اون وقتی که دیگه باید قتل عام برا بندازه. این فرعون هست. حکایت موسی و فرعون این هست، حکایت اون پادشاهی که میگه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، کشور در اختیار من هست، این قدرت در اختیار من هست، نیرو در اختیار من هست. ای فرعون بدبخت، یادت رفته خدایی بالای سر هست. ای فرعون بدبخت، نمیدونی که قهر خدا چیست. ای فرعون بدبخت که در همین دنیا عذاب رو داری میبینی، در وحشت و ترس زندگی میکنی. شما ببینید چقدر فرعون ضعیف و خوار و ذلیل هست. فرعونی که در تهران نشسته با سپاه 20 میلیونیش، با نمیدونم به نوکر و چاکرهایی که اینور و اونور دنیا زرخریدایی که به دست گرفته و قدرت نمایی میکنه، با قدرت ترورش که هر جای دنیا افراد رو داره میکشه، یک ملایی، یک آدم عادی در یک روستای گمنامی در بلوچستان میگه که آقا به مردم ظلم نکنید. عرش فرعون به لرزه در میاد. از اونجا بلند میشن، آقا مولانا کوهی رو بگیرید بندازید تو سیاهچال ها. که چی؟ عرش فرعون اینقدر ضعیفه. تصور بکنید فرعونی که در دوشنبه نشسته، ظالم و دیکتاتوری که اونجا هست، از یک پیرمرد 85 ساله افسرده لاغرویی که کل وزنش 13 کیلو نمیشه، این از این پیرمرد میترسه. این پیرمرد وقتی که این فرعون برخی از مظلومان رو به زندان انداخته بود، این پیرمرد میرفت همسر بیچارهش نون در تنور میپخت، این نون خشک رو می آورد به بچه های این خانواده های بی سرپرست میرسون. عرش فرعون در دوشنبه به لرزه در افتاد. چرا؟ چون این یعنی روزنه امید، یعنی ای بچه ها نمیرید، ای بچه ها بدونید که باید شما زنده بمونید تا انتقام پدرتون رو بگیرید. فرعون به وحشت در افتاده، کاخش به لرزه افتاده، ستونهای کاخش دارن میریزن. تصور بکنید فرعون در کابل نشسته، تمام قدرت‌های دنیایی اون رو محکم گرفتن که نیفته. آمریکا و ناتو اومدن کرسی این فرعون رو نگه داشتن که نیفته. نیروها و مزدوراش سراسر کشور رو دارن. ساحران و جادوگران صدها و دهها تلویزیونها و اینها نگهش داشتن با انواع و اقسام جادوها. مارهاش هر جا هستن.
نوکرها و چاکرها و هر جا ریختن. یک جوونی در یک روستای مرزی گمنام در هرات، در یک روستایی به نام یک گوشه ای از این شهر که هیچ در کشور به این وسعت اصلا قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست، در اینجا میگه ای ملت، ای سربازان فرعون، مواظب باشید، فردا جلوی خدا وای میسید، خداوند میگیره محاسبتون میکنه که آقا چرا ظلم کردی. اون وقت فرعونی نیست که از دفاع بکنه، فرعون در قعر جهنم داره میسوزه، چه جواب داری؟ نگفت آقا کودتا بکنید، نگفت آمریکا رو بزنید بیرونش کنید، نگفت هیچی نگفت. اومد با وجدان انسانها، با وجدان سربازان فرعون سخن گفت که ای وجدان بیدار شو، فردای قیامت حساب پس میدیم. چه اتفاقی افتاد؟ کاخ فرعون به لرزه افتاد. این همه ناتو و بمب ها و جت ها و موشک هاش نتونست این وحشتی که در دل فرعون هست رو آرومش کنه. تمام جادوگران هرچه ما رو ریسمان داشتن ریختن توی میدان. هیچی که از اینها نتونست آرامش رو به کاخ فرعون برگردونه. هنوز داره میلرزه. این قدرت حقه، قدرتی که تو داری ای مرد مؤمن، قدرتی که پیش ماست. پس خودمون رو کم نگیریم و بدونیم که فردا با ماست و این انتخاب من و توست. این فرعونه، این موساست، این حق، این باطله. حق و باطل مثل خورشید نمایانند، همه ما اون رو میبینیم. انتخاب من و توست. میخوای فرعون باشی یا میخوای موسی باشی؟ میخوای هارون باشی یا میخوای هامان باشی؟ میخوای مؤمنی باشی در داخل خانه فرعون، مؤمن آل فرعون باشی، یا میخوای مهندس سامری باشی در بین قوم موسی؟